سلام دوستان، جان شما جورس، خوش آمد به این ولاگ من. و اول صبح است، من طرف بازار روان هستم و خلطی من دادستم داخلش وسایلم و دمپای من رسایی کنی بچه دمپای دارم میرم و همچنان رسیدم. خدای شکرت که بخیر رسیدم و از شدت گرما دیگه داشتم غش میکردم. رفتم یک کوله رو گرفتم دور گردن ماندم و شروع کردم به بساط. گیج شده بودم اینجا مثلا که چی کار کنم دیگه. شروع کردم و خدا گفته و همچنان کارم آغاز کردم. انشالله که روز خوبی باشه و کم کم بساط کشیدم و قسمی که میبینید دیگه دارم طلایم میبرم بیرون و همچنان دیگه شروع کردم به گردگیری و بساط پاک کردن و به خودم تشویق میکنم. مثل متن میبینید دارم خودم تشویق میکنم و بساط پاک شد و رفتم برای خودم یک فیلتر شکن فعال کنم دیگه. دارم میرم بالا و فکر کنم الان دیگه داره کم کم میرسم. فعال کردم و از خوشحالی دارم به کارم جای نمیشم و فاینال